ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 45-ум. تومان این جسارتی پسرش را قدر کرده او را سروری یکی از تیومین ها، شکل درستش تومان به معنی ولایت تا حال در بین تاجیکان و فارسی زبانان معمول است، می‌گذارد که 10,000 خاندان و 100,000 لشکری سواره داشت. مادون در حال به تربیه جنگاوران سواره شروع نموده، مهارت جنگی، صنعت تیراندازی و برقوار حمله آوردن را به آنها تعلیم می‌دهد. او استفاده تیر و پیکانهای جنگی را جاری می کند که هنگامی از کمان افکندن هشتکی طولانی می کشد و امر می دهد که جنگاوران از دنبال صدای پیکان او بیچون و چرا تیر انداخته هدف را بی خطا دریابند. مادون سربازان را در روحیه اطاعت و اجرا نمودن فرمانهایش تعلیم داده کسانی از امر سرپیچیده را بی ابا نابود می کرد. برای آزمودن قطعیت و جسارت جنگاوران او امر می نماید که به سوی اسب دوست داشته‌اش تیر اندازند و سربازانی را که به این کار جرأت نکردند سر می زند. دیرتر این عمل را در سیمای زنی زیباترینش تکرار نموده، سپس هنگام شکار امر می دهد که اسب دوست داشته پدرش را هدف تیر خیش قرار دهند. عاقبت هنگام یکی از شکارهای نوبتی که از روی معلومات نوشتجات تاریخی سیمتسیان تقریباً به تیر ماه سال 209 پیش از میلاد راست می آید، مادون همراه مقربان سوی پدرش تومان تیر افکنده او را نابود می سازند و مسندی پیشوای بزرگ قبیله های خون را صاحب می گردد. سوی قصد ناگهانی و حاکمیت را قریب زوراً به دست آوردن مادون از جانب پیشوایان عالی رتبه و زن و فرزندان سیرشماری تومان که آنها نیز آرزوی صاحب شدن به تاج و تخت را داشتند دستگیری نمی یابد. برای مادون که جنگاوران قوی روح و سخت تعلیم گرفته داشت، از یگان مانعاً نهراسیده همه رقیبان و بدخواهانش را بی ابا نیست می کند. از ضدیت داخلی و کشمکش‌های میان خونها، همسایه شرقی آنها قبیله‌های دونخو، بعضی عالمان ایشان را سرآمد مغول‌ها می شمارند، استفاده نمودند. سروران قبیله دونخو با هدف خیزاندن جنگ یک از زمین کم حاصل و برای چراگاه ناباب را از حدود خونها ضبط کردند. بعضی کهنسالان با نفوذ خونها برای یک پارچه زمین مناقشه کردن را با دشمنی توانا نالازم می شمردند. ولی مادون از این مصلحت آنها برآشفته اظهار می نماید که زمین اساس دولت است. ما حق نداریم که زمین را به دشمن بدهیم. او با فوج لشکرش یک باره هجوم آورده قبیله های دونخو را سراسر تارومار می نماید. حاکم آنها در جنگ کشته می شود و خونها غنیمت زیادی به دست آورده صاحب سرزمین پهناوری دونخو می شود. مادون بعد این غلبه
به کشورهای غربی مملکتش رو آورده قبیله یویجی ها را شکست می دهد و از همان دوره سر کرده جنگ طولانی و ضدیت آشتیناپذیری میان خونها و یویجی ها شروع می گردد که تفصیلات آن را سیم تسیان در نوشتجات تاریخی نآورده است. همین طریق مادون در سالهای 205-202 پیش از میلاد به حدودهای غربی و شمالی مملکتش لشکر کشیده ملکهای خرد و کلان قبیله های زیاد از جمله قبیله های لاوفن، بیان، دینلین، تیگون و غیره را ضبط می کند. به افاده محقق ورزیده تاریخ خونها و دیگر قبیله های ساکن ترکستان شرقی Гумилев. Таковы подробности основания хунской державы, сообщаемые Сыма Цянем. Многое здесь, возможно, прибавлено и разукрашено и самим историком, и его осведомителями, но главное, видимо, верно. Моде объединил 24 хунских рода и создал так называемую державу настолько сильную, что китайцы сравнивали ее со Срединной империей. قوتگیری و افزودن نفوذ دولت خون در حدودهای چین به منفعت خیتای نبود. در این دوره بعد جنگ داخلی به جای سلاله تسین سال 202 پیش از میلاد سلاله خان به سر قدرت آمده. اساسگذار این سلاله گائو تزو نسبت خونها سیاست آشتیناپذیر را پیش گرفت. گائو تزو به مقابل اتحاد قبیله های خون لشکر کشیده با قسمی لشکرش در موضع بیزن به محاصره افتاد. امپراتوری چین و لشکری او یک هفته در احاطه مانده از غایت شفقت و بلند همتی مادون از هلاکت رهید. با سپارش مادون لشکری سواره خونها از مابین خود راه شده سربازان مغلوب شده دشمن را از میان صف کمانکش‌های تیرشان آماده افکندن گذراندند تا هراس مرگ در سرشت آنها باقی ماند. از روی معلومات سیم تسیان بعد این جنگ معاهده صلح و عقد خویش و تباری بسته شد که موافق آن جانب خیتای دختر امپراتور را به پادشاه خون بزنی داده هر سال به او از روی شرطنامه پیش بینی شده تحفه و دستاویزهای مناسب می‌فرستاد. دلیلی بسا عجیبی که صاحب اسب‌های خوش‌ذاتی آریایی بودن خونها را تصدیق می‌کند 4 دسته سواره‌های مادون است که هر کدام این دسته ها دارای اسب‌های یک رنگ بودند. یعنی دسته جنگاورانی دارای اسب‌های سمند، سیاه مشکین، جیران و سفید و در مقابل جنگاورانی سواره خونها بعد غلبه سرلشکران و امپراتوران خیتای یک چند 10 ساله جسارت جنگیدن نداشتند. از اقتدار و نفوذ خونها نامه مادون شهادت می دهد که بعد مرگ گائو تزو سال 195 پیش از میلاد به همسر او ملکه خیتای لیوی خاو سال 192 پیش از میلاد فرستاده دست و دل او را درخواست نموده بود. هدف مادون از این نکاح به دست آوردن امپریای خیتای با راه دیپلماتی آسایشته بود. ملکه این مقصد را پی برده با بهانه سال خورده بودن عروس شونده تکلیف او را با نزاکت و احترام
رد می نماید. در عهد حکمرانی مادون در اساس معاهده صلح امپریای خونها با امپریای خیتای در یک پایه می ایستاد و محض در همین دوره قبیله یویجی ها از جانب مادون یک چند بار سرکوب شده گرفتاری تعقیب و محرومیت ها می گردد. از نامه دیگری مادون به ملکه خیتای که در سالنامه های تاریخی شیتزی و تسیان خانشو ذکر شده است عیان می گردد که در سال 177 پیش از میلاد جنگاوران خونها به یویجی ها شکستی سخت داده آنها را مطیع نمودند. اینک آن متن. По милости неба, воины были здоровы, а кони в силе. Они уничтожили и усмирили Юэджей, придав острию меча и, приведя в покорность, утвердили спокойствие. Лоулань, Усунь, Худзе и пограничные с ними 26 княжеств стали сунскими. بعد مرگ مادون سال 174 پیش از میلاد به جای او پسرش شنیوی لاوشان نشسته قبل از همه با مشکلات نگاه داشتن و حفظ نمودن سرحدهای امپریای پهناوری خونها دچار آمد. در دوره وارثان من بعده مادون امپراتوران سلاله خان علل خصوص اودی چنان که در بالا آوردیم هم با تدبیرهای دیپلماتی و هم با پیش گرفتن جنگ 10 ساله ها کوشش به خرج می داد که از تهدید و زوراوری خونها در سرحدهای شمالی خیتای رها یابد. تلاش و نبردهای آشکار و نهان موقع خونها را تا اندازه تنگ کرده باعث از دست رفتن زمینهای آرداس شد. ولی سال 90 پیش از میلاد لشکر خیتای به حدود سرزمین خونها زده در آمده در دامن کوههای ینشان به شکست گران گرفتار گردید. خونها به لشکر دشمن شباخون زدند و تا صبح 10,000 جنگاوران خیتایی نابود گردید. پیشوای بزرگ خونها شانیوی خلوگو به امپراتور خیتای نامه فرستاده شرط گذاشت که گذرگاه های سرحدی را گشایند، تجارت آزاد را براه مانند، عهدنامه سابقه صلح و آیین خویش و تباری را برقرار نمایند، به او از قوم امپراتور عروس فرستانند، هر سال 10 دان شراب، 50,000 خو برنج و 10,000 پارچه یک لختی شاهی فرستند. گرچند که مقاومت حربی و تدبیرهای دیپلماتی امپراتوران چین دولت پهناوری خونها را تا آخر شکسته نتوانسته باشد هم جنگ و جدال داخلی و تلاش‌های میان پیشوایان قبیله و حاکمان تومنها عاقبت دولت متمرکز و آوازدار آنها را در عصر 1 میلادی به پراکندگی و شکست‌های گران آورده رساند. در نیمه عصر 1 میلادی در بین 5 پیشوای دعواگری تخت و تاج مبارزه‌های شدید سر زده آنها به 2 گروه کلان خونهای شمالی و جنوبی تقسیم می شوند. در نتیجه اوج گرفتن ضدیت‌های داخلی، دخالت و فشارهای پی در پی امپراتوران خیتای و برخورد آنها با قبیله‌های محلی از جمله سیان بی سرآمد قبیله مغول‌ها به طور فاجعه‌ای انجامید. قسمت شمالی سرزمین خونها بعد شکست سال 91 میلادی به تصرف قبیله سیان بی می گذرد و پیشوای آنها می گریزد. همین طریق یک قسم خونها
با سرآمد قبیله های مغول نژاد سیانبی آمیخته شده، قسمی دیگرش به ماورای آسیای میانه و اروپا کوچ می بندد و جریان این کوچ بندی در اروپا با نام اصطلاح گونها شهرت یافته است. تقدیر تاریخی خونها را خاتمه بخشیده به مسئله طایفه آریایی تباری یویجی ها می گذریم که بنیادگذاری دولت کوشانیان می باشند. ناگفته نماند که یویج ها از مادون ضربه هلاکت آور دیده به سمت‌های غربی عقب نشینی کرده باشند هم هنوز از بحر بازگشته گرفتن سرزمین‌های باخته اشان نبرآمده بودند. یویجی ها هنگام فرار به مقاومت قبیله های اوسونی ها دچار آمده آنها را شکست دادند و چون حریفی توانا هنوز هم برای خونها خطر داشتند. شاید همین تهدید خطری یویجی ها بود که لاوشان به سر آنها تاخته یویجی ها را وادار نمود که باز هم به قسم غربتری سرزمین اوسونی ها فرار نمایند. این منظره را اکادمیک بابا جان غفوروف موجز و دقیق آورده است. پسری مادون شانیوی لاوشان سال 174 پیش از میلاد یویجی ها را تار و مار کرده، حاکم آنها را کشته، از کاسخانه سری وی برای خود جامی شراب ساخت. یویجی های تار و مار شده به طرف غرب به ترکستان شرقی و آسیای میانه کوچیدند. ولی در اینجا مردمی زندگی می کردند که خطایی ها آنها را اوسونی می گفتند و همین اوسونی ها به اندازه خود زیر تأثیر خونها بودند. از افتکار با تحریک همین خونها اوسونی ها به جنگ ضد یویجی ها برخاستند ولی شکست خوردند. بعد یویجی ها 3 نام قبیله های را تارمار کردند که آنها رو به جنوب گریختند و از قنطره یعنی عقبه های پامیر جنوب شرقی گذشته به گیبین یعنی قسم شمال و غربی هندوستان رسیدند. در نوبت خود اوسونی ها قوت گرفته یویجی ها را تارمار کردند و آنها نیز مجبور شدند رو به طرف دهیه باختر گریزند. یویجی هایی که به آسیای میانه آمدند یویجی یعنی یویجی های کلان کبیر نام داشتند. یویجی های در ترکستان شرقی مسکون را یویجی های صغیر می گفتند. ناگفته نماند که بسیار مورخان پامیر را سرزمین قدیمه سکایی ها می شمارند و برآمد نام سکاشیم، اشکاشیم، سکنان، شغنان و سکیستان، سیستان را از ساکن این مکان بودن طایفه سکایی ها می دانند و جای شبهه نیست که هنگامی برخوردی سکایی ها با یویجی ها طایفه اوله مجبور می شود به قسمت شمالی هندوستان عقب نشینی کنند. پیشوای نوی یویجی ها با قوم و قبیله باقی مانده به سوی کناره های دریای سیر و آمو کوچ بسته از قضای تقدیر در باششگاه نو با دشمن دیگر دولت یونانی اساسی باختر روبرو گشتند. از بس که سربازان مقدونی و باختری به مقابل قبیله های جنگ آزموده یویجی ها آمادگی جدی حربی ندیده بودند، در نبرد مغلوب شده یک قسمی مرزهای قلمروی خود را از دست دادند و از این آمدی بخت یویجی ها استفاده کرده در باختر مسکن گرفتند و دیگر به ملک از دست رفته که در پهناهای 7 رود واقع بود
باز نگشتند و سرزمین آنها به دست قبیله های دیگری تورانی، اوسونی ها و یویجی های باقی مانده گذشت. همین طریق قبیله های آریایی تباری یویجی ها در سرزمینی باختر به عنعنه دیرینه دولتداری، میراثی بای فرهنگی و تمدنی پیشرفته نیاگان ما دوچار آمده، نظام دولتداری و اداره کنی مملکت را در همین زمینه به راه ماندند. دیری نگذشته ضمن گسترش رابطه های اقتصادی، وسعت یافتن راه بزرگ ابریشم، وزیر وصایت و پشتیبانی دولت قرار دادن تجارت داخلی و بیرونی و گذشته از این تحت پرچم دولتداری آریاییان متحد نمودن ملک‌های پراکنده و حاکمان سیرشمار، یکی از بزرگترین امپریه‌های عهد قدیم، امپریه توانای کوشانیان، به عرصه تاریخ آمد. واقعاً بحث و مناظره عالمان بزرگی کوشانشناس غالباً به قیاس و مقابله معلومات تاریخنامه های چینی، نوشتجات تاریخی سیم تسیان، تاریخ سلاله کبیر خن بنگو و تاریخ سلاله صغیر خن فن خوه اساس یافته است. موافق معلومات نوشتجات تاریخی، سفیر خطایی چژان تسیان قبیله های ده یویجی های کبیر را تقریباً سالهای 128 پیش از میلاد در حدود ورارود در قسمت‌های شمالتری امودریا دوچار آمده خبر می دهد که آنها قسمت جنوبی امودریا و ساحل چپ آن دخیه باختر را ضبط نمودند. از روی نقل چژان تسیان دخیه باختر با قلعه های استوار و دیواری شهرستان احاطه شده، مردم آن زندگی مقیمی دارند و لنشی بلخ مرکز آن می باشد، ولی این مملکت سروری یگانه ندارد و آن را حاکمان سیرشمار اداره می کنند. سرچشمه من بعده تاریخی خنشو، تاریخ خاندان خان و خاو خنشو، تاریخ خاندان صغیر خان خبر می دهد که یویجی ها به مرکز باختر کوچیده آمدند و بعد فتح باختر آنها به 5 یبغو حاکمان علاهیده تقسیم شدند. در فصل 118 سالنامه خطایی خاو خنشو که تقریباً در عصر 5 میلادی به انجام رسیده است، درباره ده یویج ها چنین آوردند: Некогда великие юэджи, разгромленные Сунну, переселились в Дася. Они разделили страну между 5 сихот, Ябгу. Через 100 с небольшим лет гуйшуанский Ябгу Киодзюкю Куджула Катфис покорил других 4 Ягбу и объявил себя государем под наименованием Гуйшуанского. و برآمد سلاله کوشانیان را کلی مورخان از روی معلومات بالایی، یعنی پیشوای کوشانیان کجوله کتفیز که 4 ملک یبغوهای دیگر را تسخیر نموده خود را پادشاهی کوشان خواند، اساسناک می نمایند. سرچشمه مذکور اینچنین درباره با انسی پارت جنگیدن، گاوفو را اشغال نمودن، پودو و گیبین را تارمار کردن و نهایت 80 سال عمر دیدنی کیو تزیو کیو کجوله کتفیز معلومات داده می افزاید که بعد سریوی پسرش یان گاو چژن
ویما کتفیز هندوستان را ضبط نمود و اداره کنی آن را به یکی از سرلشکرانش سپرد. موافقی اخبار خاو خنشو از همان وقت سر کرده، یویجی ها تواناترین و بایترین خانواده شده ملک های همسایه آن را پادشاهی گویشوان کوشان می نامیدند، ولی در خیتای آنها را چون پیشتر یویجی های کبیر نام می برند. دلیل جالبی نظر آن است که ژان تسیان یویجی ها را طایفه کوچمنچی می شمارد که طرز زندگی و عرف و عادتشان به خونها قرابت دارد، ولی در سالنامه خاو خنشو قلمروی بودوباشی یویجی ها را در عصر یکی پیش از میلاد توصیف نموده. آنها را از روی طرز زندگی و عرف و عادت به طایفه های کوچمنچی نی، بلکه به ساکنان مقیمی پارت مانند می شمارد. مسئله پیدایش طایفه کوشانیان در باختر و ریشه های اتنیکی و اصل و نسب آنها تا کنون در علم تاریخ شناسی حل نهایی خود را نیافته است. به عقیده یکی از باستان شناسان معروف عهد شوروی مندلشتام، این مسئله را از نگاه سرچشمه های تاریخی روشن کردن مشکل است. Особенно сложными являются вопросы о происхождении кочевых племен, уничтожив греко-бактрийское царство и их конкретной роли в создании нового государства, оказавшегося способным к быстрой и успешной внешней экспансии. Письменные источники содержат лишь упоминание нескольких, вероятно, не всех племен, участвовавших в этих событиях, и очень краткие сведения о передвижениях некоторых из них. Хорошо известно, что даже отождествление племенных названий, фигурирующих в западных и восточных источниках, до сих пор остается неразрешенной задачей. Все предположенные варианты могут считаться только гипотетическими ввиду отсутствия дополнительных независимых данных. تحقیقات باستانشناسی امکان می دهد که برآمد اتنیکی و جنبه‌های آنتروپولوژی قبیله‌های کوچمنچی قلمرو باختر عمیق‌تر آموخته شده از روی استخوان کاسه‌خانه سر، شکل طرح روی، اینچنین ساختی گورخانه و رسم دفن کنی آنها معلومات‌های تازه اضافه گردد. اکادمیک تالستوف در اساس نام و تجدید تخمینی جسم یویجی ها را با مسگیت ها یک قوم می شمرد. او اصلا به چنین دلیل تکیه می کرد که یویجی های کبیر باید در قدیم گوت های یا گیت های کبیر تلفظ می شدند. تالستوف نام مسگیت ها را گیت های کبیر تعبیر نمود و در همین اساس دعوا کرد که یوجی ها خودی همان مسگیت ها می باشند. اساس این دعوا نکته های غلط و بی اساس می باشند. با وجود این تالستوف به میان آمدن دیگر خیل تعبیر و تفسیر را بدون ملاحظه امکان ناپذیر دانسته است. در آمد گپ گفتن لازم که اتیمولوژی درست کلمه مسگیت ها تا به حال معین نشده است. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 45-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хуҷамқул, коргардон шералии навзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.